با تشبث سرایوسط معارف شهر دوشنبه ملاقات با غالب دور جمهوریوی آزمون مربی سال تاجیکستان 2021 فیروزه غنیєва با مدیران و مربیان مؤسسه‌های تحصیلی تا مکتبی شهر دوشنبه و دیگر فعالان ساحه معارف پایتخت دایر کرده شد. فیروزه غنیєва مربی شیرخوارگاه کودکستانی رقم 64 ناحیه شاه منصور میباشد و سال روان در دور ناحیوی شهری و جمهوریوی آزمون مربی سال تاجیکستان 2021 غالب آمد. در جریان واخوری از تجربه پیشقدم خود فیروزه غنیєва و همکسبان خود طریق استفاده از مانیتور و دیگر اصولهای تعلیم شناس نمود. باید گفت که آزمون مربی سال تاجیکستان همساله به خاطر دریافت و معرفی نمودن مربیان با استعداد و نوآور و ایجادکار، دستگیری و هوسمند گردانی، تشکل قابلیت و فعالیت ایجادی آنها در زمان معاصر، تکمیل دانش و مهارت کسبی و پنهان کردن تجربه پیشقدم پداگوژی، قدردانی مهنت آنها گذرانده می شود. در این زمینه با دستگیری به واسطه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خاصه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به خاطر هوسمند گردانیدن کارمندان ساحه معارف پایتخت همساله و غالبان دور شهری آزمون‌های ساحوی در عرفه روز پایتخت جمهوری تاجیکستان سپاسنامه‌ها و مکافات پولی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سپرده می‌شود. در ادامه ملاقات با شرکت مربیان کودکستان‌های حدود شهر دوشنبه همایش دایر کرده شد که در جریان آن فیروزه غنیєва از تجربه اندوخته خود در جریان برگزاری آزمون به اشتراکچیان سالها وابسته به فعالیت در پیشبرد صفت تحصیلات در مؤسسه تا مکتبی پیشنهاد نمود که آنها در مدت 15 دقیقه پاسخ گرداندند. گذراندن این قبیل صحبت و واخوری‌ها بهره سیقل دادن مهارت و ملکه کسبی کارمندان ساحه معارف، خصوصا مدیران و مربیان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی زمینه خوب را فراهم می‌سازد و آنها امکان دارند که در سال‌های میانبرده با شرکت در دورهای آزمون غالبیت را به دست آورند. مورد به ذکر است که دوام 4 سال اخیر مربیان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی شهر دوشنبه در دور جمهوریوی آزمون مربی سال تاجیکستان شرکت می‌ورزند و غالبیت را به دست می‌آورند.